ماهی من نگاه نکنیم. اگه گفتیم کجا؟ یه مکان عمومی که داره میره یه جایی، ولی یکم زود داره میره یه جایی، قرار نبوده امروز بره یه جایی. اگه گفتیم کجا هم دارم، کجا که میرم که همین. اگه گفتیم کجا درست حد زدیم یا نه، شاید هم اشتباه حد زده باشیم، نمیدونم. ولی من قرار بود فردا برم به حلقه سرین از مشهد برم به قشم، ولی چون که کلیدم اشتباهی گرفتم از تهران گرفتن، من بعد الان برم تهران تا فردا برم به قشم. الان فهمیدی چی شد؟ من از کجا می‌خواستم برم به کجا یا نه؟ فهمیدی یا نه؟ ببینم کیا فهمیدن. من تفلک از الان تو راه فردا ظهر بعد از ظهر تازه برسم اونجا ساعت 10:30 ساعت 11 پرواز دارم. دوستان اون دفتر هواپیمایی که این کار با من کرده دختره رو گیرش میارم بزنم